ما در دهه مغفرت قرار داریم. 10 روز اولش رسول مبارک اسلام صلوات الله علیه فرمودن 10 روز اولش رحمت است، باران رحمت الهی میبارد، باران فیض الهی سرازیر می شود تا دلها شستشو بشود، دلها تخلیه شود. بعد که شستشو شد دهه مغفرت شروع میشه، دهه بخشش و آمرزش. شما قابلیت پیدا میکنید، قابل میشید. بعد که قابل شدید قبول میشید. شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه میفرماید که پروردگار عالم کل برکت 12 ماه یک سال را در رمضان جمع کرده و گنجانیده. برکت کل سال در ماه مبارک رمضان. باز کل برکت رمضان در شب قدر جمع شده. سراسر خیر و برکت رمضان در شب قدر رمضان، لیلة القدر. لذا شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه فرمودن کسی که رمضانش خوب بود 11 ماهش خوبه. اگر در رمضان استفاده نکرد، بهره نگرفت، تا 11 ماه پریشان میشه. حالتش خوب نمیشه، آشفته حاله، پریشانه. امام شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه فرمودن. امام سرهندی میفرمایند که در این ماه مبارک رمضان باران رحمت سرازیر میشه. هر کس به اندازه ظرفیت و توانش استفاده بکنه، بهره بگیره. هر چقدر وقت دادید، فرصت دادید، از خود ظرفیت نشان دادید، همون اندازه رحمت را کسب میکنید. شهر مبارک، ماه سراسر برکت است. ماه مبارک رمضان. مولانا عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه، شاعر معروف و عارف پارسا، عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه گفتن که اگر این تجربیات جامی رحمت الله علیه بر این بوده که اگر روزه از روز شنبه آمد، یعنی آغاز ماه مبارک رمضان از شنبه بود، شب 17 لیلة القدر. امام عبدالرحمن جامی میفرمودن من از تجربیاتی که دارم همیشه دنبال شب قدر بودم. اگر آغاز و نخستین روز رمضان روز شنبه بود، شب 17 شب قدر است. لذا شبهای طاق را غنیمت بدانیم. حالا که عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه فرمودن شب 17 شب قدر میشه وقتی که شروع روز در شنبه باشه. ما از شنبه روزه گرفتیم، چون خیلی خطرناکترین حرفی که انسان را بالاخره به تشویش می اندازه همیست که یک روز رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه سر منبر، پله ها و پایه های منبر که به خاطر خطبه بالا می شدن، 3 مرتبه آمین گفتن. حضرت رسول مقبول صلوات الله علیه. بعد اصحاب پرسیدن ای رسول خدا شما 3 بار آمین گفتید سر پله ها و پایه های منبر، اصلا چرا آمین گفتید؟ گفت که من آمین گفتنم به خاطر این بود که جبرائیل امین آمد گفت که هر کس
رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. خدا نابود کند، دماغش را به خاک بمالاند، او را محروم کند. جبرائیل امین این گونه دعا کرده، خدا نابود کند، دماغش را به خواب بمالاند، زار و ذلیل و زبون کند کسی را که رمضان را دریابد و گناهش بخشوده نشود. یعنی رمضان بگذرد، رمضان سپری شود، رمضان تیر شود، لیکن این گناهش بخشوده نشود. جبرائیل گفت که خدا این چنین انسان را تباه کنه، خداوند این چنین انسان را زار و زبون بسازه. رسول خدا فرمودن من که دعای جبرائیل را شنیدم گفتم آمین. جبرائیل دعا کند و محمد مصطفی صلوات الله علیه آمین بگوید. خطرناکترین دعا در طول تاریخ بشریت این دعاست که روزداری که روزه میگیرد یا رمضان را در میابد اما بسیار ساده گذر میکند، ساده می انگارد، به بازیچه میگیرد، گناهش بخشوده نمیشه. این دعای بد جبرائیل و حبیب خدا محمد مصطفی قبول شده. بسیاری هایی که حالا روزه هم گرفتن، رسول خدا صلوات الله علیه میفرماید که از روزه گرفتنش به جز گرسنگی چیزی عائد حالش نمی شود، از تراویح خواندنش چیزی به جز کمخوابی و بیخوابی عائد حالش نمی شود. یعنی بیهوده کمخوابی می کند، بیهوده گرسنگی تحمل می کند. این برای چه کسانی است؟ کسانی که از رمضان استفاده و بهره برداری خوب نمی کنند. از رمضان، از هر ساعت و ثانیه و لحظه رمضان استفاده نمی کنند. از این دهه های رحمت و مغفرت استفاده نمی کنند.